خیلی هم میخوان این بندینک رو برگردونن، خیلی نگران این قضیه‌ان که اون ظرافتی که میخوان بهشون نمیده. حالا از این بندهای قیتونی، از این نوارای ماکارونی میتونید استفاده کنین. اینجا رو هم سعی کنین گره نکنین. گره کردن خودش باعث میشه که نیاد. حالا من از تور استفاده کردم که هنوز ظریف‌تر باشه. طبیعتا برگردوندنم خیلی راحت نیست. در ابتدا یه تا میزنیم و با چرخ این قسمت کار رو حسابی محکمش میکنیم. یه اشتباهی که همه میکنن زمانی که اینجا رو محکم کردم بلا فاصله با پایه یه طرفه کنار قیتون رو میدوزن که خودش اشتباهه. ما در ابتدا باید اینجا رو حسابی صفر کنیم و این قسمت بالا رو حداقل 2 سانتش رو خیلی پهن بدوزیم. 2 سانت اول رو تقریبا پهن بدوزیم. حالا میتونه اینایی که اضافه است تمیز شه فعلا. من به این صورت اینا یه کوچولو اینو آزاد کردم، خیلی راحت تره اینجوری آزادش کردم. حالا قیتون رو میفرستم، حالا با هر فضایی که در نظر دارم بندینکم نهایتا در بیاد. حالا میتونم با پایه یه طرفه کاملا کنار بندینکم رو بسته به اون مقداری که در نظر دارم بدوزم تا پایان کار. الان ما کاملا بند همرنگ لباسمون داریم. یه اتو بزنیم و روی فنر بزنیمش.